بله حتما طراح گرافیک به نظر من باید طراحی بدونه، باید یه سابقه خیلی مفصل و آرشیو ذهنی از تصویر به معنی کلیش تو ذهن داشته باشه که این زمان بره. اصولا فکر نمی کنم یه آدم با 5-6 سال سابقه بتونه به یه همچین نتیجه برسه، واقعا زمان میخواد. باید حروف رو بشناسه به خوبی، جزئیاتش رو بدونه، کارکرد اینا رو بلد باشه. تمام مبانی هنر تجسمی که خب بالاخره یه سابقه‌ای داره تو این همین 70-80-100 سال گذشته، مدرسه باهاوس مثلا مربوط میشه، حالا بخوایم به شکل غربیش بگیم، اونا رو باید بدونه. در نتیجه اینا چیزایی است که آموختنی است، باید یاد بگیره. اما اون بخشی که ما راجع به گرافیست‌های خلاق حرف میزنیم یه خود شاید این عجیب باشه که میگم اتفاقا اونجای شروع میشه که کسایی که این قواعد رو بلدن شروع میکنن آگاهانه رعایت نکردنش. اونجاست که ما داریم کار خلاق میکنیم، یعنی داریم مبانی جدیدی رو وارد حوزه گرافیک دیزاین میکنیم که اون وقت برای آدم‌هایی که چشمشون به این موضوعات آشناست اونا چیزای جذابتری میشن، احتمالاً هایلایت میشن، دیده میشن و از اونجا کار خلاق شروع میشه. اینکه این خلاقیتش رو به دست میاره بخشش استعداده. حالا من یه جمله‌ای رو از پیکاسو میارم که خیلی جالب. خب پیکاسو خیلی معروفه به اینکه جزو با استعدادترین نقاشای دنیاست، ولی پیکاسو میگه از نظر من خلاقیت 90% تمرینه و 10% استعداد ذاتی.